سلام. قبل از شروع این ویدیو میخوام اینو بهتون بگم که میدونم که این موضوع ممکنه برای ما ایرانی‌ها یکم عجیب باشه، بخاطر اینکه ماها تقریبا نزدیک به 4 ماه اینترنت نداشتیم و این تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. خب بچه‌ها، این چند وقت که من امتحان داشتم خیلی کمتر از اینترنت استفاده کردم و من این مدت چیزی فهمیدم که اگه ما از اینترنت کمتر استفاده بکنیم چه خوبیه و چه بدیایی داره. من امروز توی این ویدیو میخوام بهتون بگم. من دیدم که خیلی از بلاگرها و اینجور آدم‌ها اینجورین که موقعی که اینترنت قطع بود آدمای بهتری بودیم و به نظر من این حرف یکم خودخواهانه است، به خاطر اینکه میدونی موقعی که اینترنت قطع خیلی از آدم‌ها هستن که با اینترنت کار میکنن، چه میدونم با این اینترنتی که با خانواده‌هاشون در ارتباطن و خب میدونیم که این اتفاقاتی که افتاد باعث شد که خیلی از کاراشون بیفتن، خیلی از پیجا بسته بشن. انگار تو فقط داری نیمه‌ای که بس خودت رو می‌بینی و اصلا دقت نمی‌کنی که بقیه چی چینن. واقعا استفاده نکردن از اینترنت چه خوبیه و بدیایی برای من داشت. به عنوان یک ایرانی که چندین ماه هم اینترنتش قطع بود. اما اینو میگم که ببینید قطع بودن اینترنت خیلی فرق داره با این موضوع که خودت با اراده خودت تصمیم بگیری که از اینترنت کمتر استفاده بکنی. موقعی که اینترنت قطعه تو یه دغدغه جدید داری و اون اینه که اینترنت قطعه، اما موقعی که اینترنت داری و خودت تصمیم میگیری ازش استفاده نکنی شرایط متفاوته. اولین موضوعی که برای من داشت یکم این مقایسه ظاهری بود. خیلی بهتر میتونی بهش عادت کنی وقتی کمتر وارد اینستاگرام بشی، به خاطر اینکه آدم بیشتر خودش رو می‌بینه و کمتر دقت می‌کنه به اینکه بقیه چه شکلی‌ان. دست از مقایسه ظاهریت کم کم برمی‌داری. یکی از بدیایی که اینستاگرام کنار گذاشتن برای من داشت به شخصه این بود که من یکم نسبت به رویاها و چیزایی که داشتم یکم مردد شدم، چون یکم اینجوری بودم که انگار چیزایی که میخوام یکم زیادی بزرگ به دست نیافتنیه. اینستاگرام یه خوبی که به نظر من داره، کلا من دارم برای همه فضای مجازی صحبت میکنم، اینه که تو میتونی آدمای مختلف رو ببینی که به رویای تو رسیدن و اونقدر باید رویاهات بزرگ به دست نیافتنی نباشه. اما موقعی که اینو میذاری کنار و به زندگی عادی و آدمای عادی که دورت نگاه میکنی، خیلی وقت به این فکر کنی که نکنه مثلا چیزایی که من میخوام واقعا دست یافتنی نیستن و صرفا چرت و پرتایی این که من اعتقاد دارم که میتونم بهشون برسم. ببین خلاقیت من توی موقعی که اینستاگرام داشتم خیلی پایین بود. برای استایل، برای ساختن آیتم‌های مختلف، برای هر چیزی من اصلا خلاقیت نداشتم. بعدش یه عالمه ایده اومد تو ذهنم مدت. کلاً اصلا ایده ها فوق‌العاده میومد تو ذهنم و دلیل اصلیش به نظر من این بود که خودم مجبور بودم که فکر بکنم به اینکه چی میخوام و مثلا به خاطر وجود جاهایی که ما ازشون ایده میگیریم مثل پینترست، خیلی اوقات ماها خیلی نمیرسیم خلاقیت خودمون و میدونی یه چیزی کاملا همون شکلی میسازه و کاری به الهام گرفتن ندارم. کار من به تقلید کلی از یک چیزیه و این کسی که میره الهام میگیره از پینترست واسه خودش فرق داره با آدمی که میره تصمیم میگیره که کپی بکنه. توی اینستاگرام و توی یوتیوب، کلا توی همه پلتفرما آدما رو که میبینیم بیشتر میان و میشینن مثلا میگن که اوکی چجوری تو یک ماه کم تا اینجوری کنی، چجوری تو این یک مدت زمانی کم این شکلی بشی، در حالی که همه چیزایی که میگن زمان بره و باعث میشه که تو بیافتی توی یک حالت مقایسه‌ای که سال اولی که داری یک کاری رو انجام میدی از خودت انتظاری آدم داشته باشی که 10 ساله داره این کار رو انجام میده و یکی از دلایل اصلیش همین حرف هست، در حالی که همه اینا به توانایی جسمی اون فرد و اینکه اصلا اون فرد چجوری میتونه این کار بکنه و اینا بستگی داره و این حرف خیلی اشتباهیه، چون قرار نیست همه مثل هم باشن. من تمرکزم بیشتر روی این رفت که من دوست دارم که اصلا جدا از این موبایل چیکار بکنم و الان دیگه بهم خیلی کیف نمیده اینستاگرام، بخاطر اینکه میدونی محتواها شبیه همه، خیلی اوقات سرگرم نمیکنه آدمو دیگه و میدونی من نمیگم که کلا با اینو ببندی بذاری کنار و همه چی رو فراموش کنی. بحث اصلی من اینه که باید به اندازه این اطلاعات بگیری. کل این ویدیو درباره استفاده به اندازه از اینستاگرامه و یعنی من 1 ساعت در روز میومدم توی همین پلتفرما میچرخیدم، ولی بیشتر از 1 ساعت نمیشد هیچ وقت.
و مورد آخر روابط انسانی و دوستانه. تعریفی که اینستاگرام از این موضوع داره خیلی متفاوته با تعریف انسانی. توی اینستاگرام خانواده میگه پرفکتن، هیچ مشکل ندارن، همه چیز عالیه، دوستیایی که اصلا خیلی فوق‌العاده آدم باورش نمیشه یه دوستی اینجوریه، در حالی که همه ما میدونیم که توی روابط انسانی یک کاستی وجود داره. یعنی یه سری موقع ممکنه که تو با دوست دعوا کنی، اینکه همیشه با هم خوب باشی اتفاقا داره نشون میده یه جای کار ممکنه ولنگه، داره تصویری ترسیم میکنه از یک موضوعی که ممکنه اصلا اون ترسیمش درست نباشه و باعث میشه که خیلی ها بیان اصلا همچین چیزی رو قضاوت بکنن و به این فکر کنن که کاش مثل این آدمایی که توی اینستاگرام و تیک تاک و یوتیوب میبینن بودن، در حالی که اینجوری نیست. زندگی واقعی پر از اتفاقات مختلف، آدمای واقعی کلی داستان دارن با هم دیگه و خیلی اوقات پیش میاد که مثلا ما با آدمایی که دور و برمون داریم دعوا کنیم، با خانواده و با دوستامون و اینا. یه مورد دیگه هم یادم افتاد اونه که دست از تظاهر کردن آدما کم کم برمی‌دارن. آدما خیلی دیگه دارن تظاهر میکنن به چیزی که نیستن، بخاطر اینکه یکم میترسن موقعی که مثلا حرفایی که واقعا نظرشون رو بزنن قرار چه کامنت هایی بگیرن، شروع میکن به یک نقاب زدن و صحبت نکردن در به چیز واقعی که هستی. این باعث میشه که خیلی از آدم ها شبیه هم بشن، چون جایی که اوکی ما از هر لحظی باید شبیه هم دیگه بشیم و انگار فضای مجازی یک دستگاه سازماندهی شده است در اینکه همه آدم ها شبیه هم دیگه بکنه و یکم اضطراب اجتماعی میگیره آدم، یا اصلا میره جایی شروع نمیکنه به صحبت کردن به خاطر اینکه میترسه که اگه الان حرف بزنه قرار بقیه دربارش چی بگن و چی فکر کنن، در حالی که حتی اون آدم تو ذهن خودش داره فکر میکنه که تو قرار دربارش چی فکر کنی. مرسی که این ویدیو رو دیدید. نمیدونم که شما ها تا الان همچین تجربه داشتید یا نه، ولی من میگم منظور من این نیست که اینترنت دوباره قطع بشه، چون اون یه در واقع دیگه دوباره به وجود میاد توی ذهن آدم‌ها، ولی این درباره استفاده کمتر از فضای مجازی بود و بدیایی که برای من داشت و اینکه این مدت که ولش کردم چه خوبیایی برام داشت. همین دیگه بچه‌ها، مراقب خودتون باشید، سعی کنید کمتر اینجور جاها استفاده بکنید اگه میتونید تا حد امکان. یکم برید پایین‌تر، یکم به فعالیت‌های دیگه بپردازید، به خاطر اینکه میدونید این یکم اعصاب آدم خورد میکنه. حالا هر چقدر بیشتر واردش بشی بیشتر. کلی دوستتون دارم. مرسی که این ویدیو رو دیدید و خدافظ.